ما خونخواه آقامون هستیم. این حرف الان حرف مشترک همه ایرانی هاست، از مسئولان تا مردم. ما خونخواه آقامون هستیم. رهبر عزیزمون، ولی امرمون، امام رشیدمون که سرشون به سلامت باد، به محضر مبارکشون و بیت شریف آقای شهیدمون تسلیت و تعزیت عرض میکنیم، فرمودن ما تا گرفتن انتقام خون تک تک شهدامون آرام نخواهیم نشست. درست قراره که وداع کنیم و در روزهای آینده تشییع کنیم عزیز جانمون رو و خانواده شهیدشون رو، اما این تشییع هم عهدیه با همه شهداست، از شهدای عزیز مظلوم معصوم میناب گرفته تا همه مردم شهیدمون، تا همه فرماندهانمون، تا همه مسئولینمون. ما آرام نخواهیم گرفت و ما در این جلسه اعلام میکنیم با همون مشت‌های گره شده، با پرچم‌های سرخ خونخواهی، بشنوند این حرف ماست از تهران مقاوم پیروز، بلرزند و بترسند، مرگ بر آمریکا. دلتون میخواد بگید مرگ بر آمریکا.